شما در حال مشاهده آینه‌های طلایی بزرگترین و پیچیده‌ترین تلسکوپ فضایی ساخته شده توسط بشر تا زمان حال حاضر هستید. وسیله‌ای که صفحه‌ای جدید از نادیده‌های کیهان را برای ما هویدا خواهد ساخت. صفحه‌ای که ما را به شناخت بهتری از جهان هستی و تشکیل اولین کهکشان‌ها در حدود 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ خواهد رساند. شما در حال مشاهده تلسکوپ فضایی جیمز وب هستید. اینجا اسکای گراویتی است، جایی که در آن نجوم به زبان ساده بیان خواهد شد. یکی از مهمترین قطعات جیمز وب 18 آینه مجزای این تلسکوپ رویایی می باشد که به عبارتی قلب این ساختار به شمار آمده و طراحی ساخت آن یکی از پیچیده ترین قسمت های این پروژه عظیم بوده و شامل دقت در نکات زیادی می باشد. در ابتدا آینه اصلی باید حدالامکان سبک و مقاوم باشد تا در طول فرایند پرتاب مشکلی برای آن ایجاد نگردد. بنابراین آینه ها از عنصری به نام بریلیوم ساخته شد. اما چرا بریلیوم؟ این عنصر یک فلز سبک است و در عین حال بسیار مقاوم. همچنین این عنصر حالت و شکل خود را در دماهای مختلف تا حدود زیادی ثابت نگه داشته. ماده‌ای مطلوب برای انتخاب در ساخت آینه های تلسکوپ جیمز وب. در ابتدا این عنصر از معادن بریلیوم در ایالت یوتا استخراج شد و سپس به نقاط مختلف آمریکا سفر کرد تا فرایند ساخت و صیقل دادن آن تکمیل شود. آینه‌ای که در نهایت ارتفاعی در حدود 6.5 متر خواهد داشت که از 18 آینه مجزای 6 ضلعی به طول 1.32 متر و وزن 20 کیلوگرم تشکیل شده است. ساختاری که در نهایت بیش از 6 برابر توانایی جمع‌آوری نور را نسبت به تلسکوپ هابل خواهد داشت که در بحث رصد عامل بسیار مهمی است. در ادامه یادآور می‌شوم از آنجا که جیمز وب در طول موج فروسرخ به فعالیت خواهد پرداخت، در ادامه فرایند ساخت هر کدام از آینه‌ها را با لایه‌ای نازک از طلا پوشاندند تا از حداکثر ظرفیت دریافت و انعکاس پرتوها به سمت آینه ثانویه استفاده کنند. اما جیمز وب از 18 آینه مجزا تشکیل شده. چرا این تعداد 10 12 یا 15 نیست و چرا شکل آن به صورت 6 ضلعی می باشد و چرا دایره یا مربع نبوده؟ خب جواب این سوال ساده است و البته منطقی. توان تلسکوپ برای رصد ارتباط مستقیم و مهمی با بزرگی آینه اصلی دارد. هرچه آینه اصلی بزرگتر، میزان نور جمع‌آوری شده و استفاده کیفی از آنها هم بالاتر. و جیمز وب برای رصد عمق کیهان و دستیابی به اطلاعات آن نیاز به آینه‌های بزرگ داشت، ولی مشکل دیگری در راه بود. اگر آینه از حدی بزرگتر و سنگین‌تر باشد، توان حمل و جایگذاری آن در کلاهک یک موشک برای پرتاب وجود نخواهد داشت. بنابراین تیم طراحی یک ایده ناب برای ساخت آن به کار برد تا با استفاده از بیشترین تعداد آینه که قابلیت جمع شدن را نیز داشته باشد، امکان جایگیری در کلاهک یک موشک آریان 5 به دست آید. همچنین از دیدگاهی دیگر این طراحی امکان دریافت بیشترین حد نور را مطابق تصاویر فوق خواهد داشت و از تمامی فضای آینه‌ها استفاده بهینه انجام خواهد شد. و حالت 6 ضلعی باعث قرار گرفتن آینه‌ها در کنار هم بدون هیچ فاصله‌ای در طراحی و ساخت می‌گشت. اما یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین قسمت‌های کار نحوه قرار گرفتن و تنظیم دقیق این 18 آینه در کنار هم بوده، به طوری که در نهایت گویی ما تصویری از یک آینه یک دست و یک پارچه در اختیار داشته باشیم. برای حل این موضوع هر آینه به 6 دستگاه تنظیم کننده مجزا متصل شد تا در جهات مختلف توانایی حرکت و تنظیم با سایر آینه ها را داشته باشد و در دقت این همخطی و تنظیم کافی است بدانید که این آینه ها با دقتی در حدود 1/10,000 قطر موی انسان حرکت کرده و تنظیم می گردد تا تصویری دقیق بر روی آنها تشکیل شود. تکرار می کنم، دقتی در حد 1/10,000 قطر موی انسان.
تکنولوژی که تا قبل از آن وجود نداشت و برای طراحی این آینه ها این دقت در اندازه‌گیری، ابداع و استفاده شد. آینه های جیمز وب با کمک 5 پرده عایق نور و گرما از پرتوهای خورشید پوشیده می شود تا در دمای حدودی منفی 200 درجه سلسیوس به تحلیل پرتوهای فروسرخ بپردازد. دمایی که اگر تا این حد پایین نبود به خاطر متصاعد شدن امواج فروسرخ از خود تلسکوپ سبب ایجاد اختلال در دریافت و تشخیص امواج فروسرخ متصاعد شده از اجرام دور کیهان میشد و عملاً کارایی لازم را نداشت. امیدوارم از تماشای این ویدیو نیز لذت برده و با دنبال کردن ما در کلاب هاوس و تلگرام با آدرس های فوق همراه ما باشید که اینجا جاذبه رو به آسمانه.